ما نان و نمک به احترام آوردیم، پیغام زی خانی خاص و عام آوردیم. خانی همه پرزی نعمت از فیض شماست، یعنی زی فراوانی پیام آوردیم. خوش آمدید معماری صلح و وحدت ملی. ای شاه عالی شان ما، از بحر وحدت آمدی، از بحر وحدت آمدی. ای نور دیده تاج سر، با نام و شهرت آمدی، با نام و شهرت آمدی. از کدومی نکی شما پرفیض گردد ملک ما، از کدومی نکی شما پرفیض گردد ملک ما. چون سایه لطفی خدا جاوید باشی سالها، جاوید باشی سالها. صلح و صلاح بین ما از توست ای مرد خدا، صلح و صلاح بین ما از توست ای مرد خدا. باشی همیشه تو با ما، ای راهبری دلخواه ما، ای راهبری دلخواه ما. باشی همیشه تو با ما، ای راهبری دلخواه ما، ای راهبری دلخواه ما. یک جان تشکر، یک جان از دسته سلامتی هست. خوب است دستاتون درد نبینند. در ادامه سفر کاری به ناحیه تاجیک‌آباد، اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از رفت برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی دیدن کرده با نشء و نمای زراعت‌ها در خواجگی دهقانی قلعه شناس شدند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان نخست به کار دو اختراعکاری جوان که با استفاده از قسم‌های احتیاطی اتومبیل‌های سبکرو تراکتور استحصال نمودند توجه ظاهر کردند. تراکتورهای خودساخت برای کارکرد بین قطارهای باغات و زمین‌های کشت پیش بینی شده است. من همین اختراع خودم ساختم با کمک پدرم. کدام قسم‌های عبارت چی کارا را میکنه؟ از دیویژن محرک بردهنده و کاروکای 96 و زدنیوسون از 96 برای جیف کردن، برای شدو در زمین، برای بارکشی میشه. نکنیم 1000 تومان صرف کردیم. در نمایشگاه نمونه محصولات کشاورزی از جمله آلوچه و گیلاس، توت زمینی، قلفینی و نوعهای پیشبزک زردآلو که این شب و روز در این منطقه کوهستانی مملکت پخته رسیدند به معرض تماشا گذاشته شدند. همچنین در این نمایشگاه محصولات دیگر به مانند گوشت، محصولات شیری و نوعهای گوناگون نان که در حدود این ناحیه استحصال کرده میشوند به معرض تماشا گذاشته شد. نمایش هنرهای مردمی نشان داد که ساکنان این منطقه دوردست با مهارت بلندی کدبانوگی و پزندگی، دوزندگی و دیگر هنرهای دستی در قلمرو جمهوری نام برآوردند و نمونه هنرهای دستی آنها وسیله جلب سیاحان خارجی نیز می باشد. ای 20 سالگی و همین کسب هنری خودم و نونبندی و دیگ درستکنی و چک درستکنی زندگی خود را پیش بردم و در همه معرکه و همین هنری خودم روز مگذروندم. در بالای نچلشش برمدم همین هنر رفته ایستادم با بیبی و بیبی نبیروها و همین هنرهای دستی زیبای خود رو رسوندم. ما شدیم که سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی در جمهوری ما اعلان شده است و زنان و بانوان ناحیه تاجیک‌آباد و هنرهای مردمی بیشتر مشغولند. من امروز در نمایش ما همه گونه نمایش‌های مردمی که از طرف زنان و بانوان ناحیه تاجیک‌آباد به نمایش گذاشته شده است، این محصول دستی همه ما زنان و دختران می باشد که کار ما رو هم آسان می‌کند، هم به بیکارگی ما مشغول نمی‌شویم، بیشتر به کار و باری من بافتن هر گونه خلطه ها ما حاضر سر کردیم، چون که من کودکان حتی شاگردان ما هم با بافتن همین گونه هنرها الکی مشغول هستند. من همین خلطه هایی که امروز میبینید شما، اینها از همین سلفن های عادی که در مغازه ها ما از مغازه ها یگان چی خریداری میکنیم و به ما محصولات میدهند، از همین ما همین گونه خلطه ها را آماده میکنیم و به نمایش به کودکان به تقدیم میکنیم. به مناسبت سالهای رشد سیاحت و هنرهای مردمی
کوشش کردیم که در صنفخانه‌های تکنولوژی که با تشبث حکومت جمهوری همون ساخته شده است با شاگردان در مکتب میانه رقم 17 هنرهای مردمی رو آموزانده در آینده کار کنیم که شاگردان هم صاحب هنر کسب خود شوند. در صنفخانه تکنولوژی ما 3-4 نمود کسب ها آموزانده میشوند که یکیش دوریدگری، دیگرش سیخ پخت و پز و سیخ دوزندگی داریم که صنف‌های بالایی همون در همینجا دخترها با دوزندگی، پخت و پز و پسران با دوریدگری و کارهای استاگی دائما مشغول هستند. هنر قاشق تراشی کسب اجدادی بوده. ما از بابایان خود آموختیم، پدرمان همچنین طبق هم تراشیم. طبق از چوی سفیدار، از چوی چهارمغز، بید تراشیده می شود. اونقدر مشکل نیست طبق تراشیدنش. پیش وقت هم از با دستی بود وزی همش ستنوک‌های سوارمین برمدگی و ستنوک سوارمین تراشیده می شوند. همینو لازم به یادآوری است که توسط دستگیری‌های دولتی هنرهای دستی در این منطقه کوهستان مرحله به مرحله انکشاف می‌یابد. از جمله با واسطه گراندهای پرزیدنتی بانوان توانستند تجارت خود را گسترش داده در پیشبرد اقتصادیات و با کار تامین کنی زنان منطقه حصه گذاری می‌کنند. اینچنین ضمن بازدید از نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای دستی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کار زنبوری اصل پروران ناحیه توجه مخصوص ظاهر کردند. با سرور دولت اطلاع دادند که عین زمان در ناحیه تاجیک‌آباد بیشتر از 6000 عائله زنبوری اصل پرورش کرده می شود. در اساس دستور و سپارش‌های رهبریت عالی سیاسی مملکت و تطبیق عملی برنامه‌های دولتی در 2 سال گذشته عائله‌های زنبوری اصل در ناحیه به مراتب زیاد شده است. طبق اطلاع مسئولان اداره کشاورزی ناحیه در سال 2019 شماره عائله‌های زنبوری اصل به 7000 عدد رسانیده خواهد شد. دوام سال 2018 به زنبور پروران میسر گردید که بیشتر از 110 تن اصل خوشصفت استحصال نموده به بازارهای داخلی و خارجی وارد سازند. مدت 20 سال میشه که ما از ساحه زنبور پرورنده انا عمل کردیم. شورانه پروردگار انا پیشوای ملت جناب عالی که این ما را با دستگیری کرده است. انا عائله ما صاحب 200 عائله زنبورم که هیچ سال زیان کردگی نیستیم. از همه ساحه سردرآمدترین در خواجگی ساحه زنبور پروری است. بغیر از درآمدی خواجگی باز بسیار خصوصیت‌های توبتی دارد. اصلا خصوصیت از جمله برای بیماری‌های برای همه بیماری‌ها از آن به بیماری قند هم بلکه ممکن است که همین استفاده برند از همین اثر. در نمایشگاه محصولات کشاورزی ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد نمونه‌های چاروای خوشزاد نیز به معرض تماشا گذاشته شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن آشنایی با دستاوردهای چارواداران دستور دادند که از اقلیم مساعد و امکانیت‌های فراخ منطقه استفاده کرده این ساحه را رونق بخشند. چارواداری در ناحیه تاجیک‌آباد روز به روز افزوده ایستاده است که در همه شکل‌های خواجگی‌داری سرشمار مال میده زیاده از 56000 سر، سرشمار مال شاخداری کلان 20000 سر، از آن جمله مادگو 14000 سر. و شما شاهد حال هستید که روز تا روز نوعهای خوشزاد چارواداری در ناحیه افزوده است، محصول ناکی چاروا زیاد شده است. ضمن شناسایی با فعالیت اهل زحمت خواجگی دهقانی قلعه خبر داده شد که عین زمان در این خواجگی مهنتکشان در میدان 5 هکتار و 80 زراعت‌های گوناگون از قبیل پمیدور، قلمفور، کرم، بادیرینگ، سبزی، تورب، شلغم، لوبیا، کدو، غله‌دانه و کارتوشکا کیش کردند. زراعت‌های نامبرده با اقلیم ناحیه موافق بوده در صورت درست به راه ماندن اگرتکنیکای کشت و پرورش حاصل فراوان به دست آوردن ممکن است. مساحتی 156 هکتار زمین آبی داریم که در این نمایشگاه 5 هکتار 80 سوتیخ محصولات هر خیلی شنیدگیم که ما پمیدور، لبلبو، سبزی، کارتوشکا 5 هکتار شنیدگیم. ما برای پیش رفتن تخمی در زمین‌های بلندکو تخمی‌های نو آورده شنیدیم که برای تخمی گرفتن خودمون محصولات خوب میدن. مرکز تکنیکی شرطنامه کردیم با ما کار میکنن، همه وقت در کاری ما تیارند. در مرکز تا امروز به ناحیه تاجیک‌آباد
31 عدد трактори МТЗ-82 استحصال беларусия ворид шудааст. ҳама ино аз дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мебошад. мо дар ин солҳои охир тамоман ягон гектар замин мо зери барф намемонад. сари вақт ҳамаи киштикормо ба анҷом мерасад. картошка зироати асосӣ ва барои деҳқонони ноҳия даромаднок ба ҳисоб меравад. имсол дар ноҳия майдони кишти умумии картошка ба 1085 гектар расонида шуд ки назар ба соли 2018 зиёдтар аст. аъзои хоҷагии деҳқонии қалъа дар майдони 4 гектар картошка кишт карда коркарди агротехникии онро хушсифат анҷом доданд. деҳқонон барои таҷриба имсол аз 3 намуди тухмӣ истифода карданд. аз ҷумла баробари истифодаи тухмии маҳаллӣ ҳамчунин аз ноҳияҳои деваштичи вилояти суғд ва лахш навъи тухмиҳои пикассо ва тоҷикистон низ кишт намуданд. дурнамои пешниҳодшуда 665 гектар кишти картошка анақша гирифта шудааст ки аз тарафи деҳқонони ноҳия ба прагӣ ба иҷро расонида шудааст. айни замон нашр намои картошка хуб рафта истодааст. вақти коркарди картошка ва обмонии ғизоятӣ ба прагӣ рафта истодааст. зикр кардан зарур аст ки дар ин ноҳияи кӯҳистон сол то сол картошкапарварӣ рушд меёбад. соли 2018 деҳқонони ноҳия истеҳсоли картошкаро ба 24071 тонна расониданд ки назар ба соли 2017 1631 тонна зиёдтар буд. тазаккур дода шуд ки ноҳияи тоҷикобод дар ҷумҳурӣ ҳамчун маркази таҷрибаи пешқадам дар соҳаи картошкапарварӣ шинохта мешавад. маслиҳатҳои муфиди президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон феълан ба рушди картошкапарварӣ на танҳо дар ин ноҳия ва водии рашт балки дар ҷумҳурӣ такони ҷиддӣ бахшид. сарвари давлат зикр доштанд ки дар низоми иқтисодии минтақа бахши кишоварзӣ афзалияти хоса дорад. аз ин рӯ ба масъулони ҷумҳуриявӣ дастур доданд ки ба бахшҳои алоҳидаи соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла картошкапарварӣ диққати аввалин дараҷа ظاهر کرده شود.